سپر نمیخوای فیلم بگیریم؟ 5 دقیقه صبر کن الان میام. نیم ساعت پیشم همینو گفتی. شاید برای شما اتفاق افتاده باشه که یه کار مهم داشته باشین بخواین حالا 5 دقیقه از گوشیتون استفاده کنین قبل از شروع کردن اون کار و یهو چشاتون رو باز کنین ببینین 1 ساعته که دارین با گوشیتون کار میکنین. حالا چرا این اتفاق میفته؟ روانشناسا معتقدن که این به خاطر ریوارد سیستم اتفاق میفته یا سیستم جایزه. یعنی اینکه وقتی که ما نوتیفیکیشن میگیریم تو گوشیمون از شبکه‌های اجتماعی شروع می‌کنیم شبکه‌های اجتماعی رو چک کردن، تو مغزمون دوپامین ترشح میشه، هورمونی که مسئول لذت و رضایت بخشیه. حالا چه شکلی میتونیم تاثیرات اینو کمش کنیم؟ استفاده کردن از گوشیمون رو کم کنیم. دو تا کاری خیلی خوبی که میتونیم انجام بدیم اینه که یک، بیایم و نوتیفیکیشنامون رو خاموش کنیم طی زمانهایی که نیاز نداریم به گوشی، که حواسمون پرت نشه وقتی می کاری انجام میدیم گوشیمون رو چک نکنیم. و دو اینکه یه تایم مشخص واسه استفاده کردن گوشیمون بذاریم. یعنی ببینیم که مثلا من از ساعت 8 شب تا 10 شب میخوام با گوشیم کار کنم اگر کار دیگه ای نداشته باشم و اون موقع رو بذاریم برای استفاده کردن از گوشیتون. این دو کار رو انجام بدین، ممکنه که تغییرات بزرگی تو زندگیتون رخ بده. مراقب دل خوشتون باشین تا ویدیوی بعد.